چرا اون آدم اومد توی زندگی من؟ چرا ارتباطم به هم خورد؟ قرار نتیجه ارتباطم چی بشه؟ دنبال حل گره ها باشین، دنبال شناختن شخصیتتون باشین. چه چیزی در وجود شما اون افراد رو بهتون جذب میکنه؟ چرا توی یک سری گره های احساسی گیر میکنین؟ چرا توی یک سری گره های مالی گیر میکنین؟ چرا رقم در واقع درآمدتون از یه حدی بیشتر نمیشه؟ اینجاست که اومن تراپی وارد میشه. در ادامه همراه هم باشین، چون یه انرژی خوانی در اصل ترکیبی باز میکنم از احساسی و مالی و میخوام دلایل گره ها، اینکه چه فرصت هایی سر راهتونه، اگر چه کاری بکنید، چه چیزی در شخصیتتون باشه این فرصت ها رو جذب میکنید. پس همراه من باشید. چیزی که اخیراً بین مراجعین من خیلی زیاد شده دیدن افراد لاو بامبینگه. حالا چه تو پوسته کاری برای ایجاد یک بیزینس پلن، یک کارفرما یا یک محیط احساسی برای ایجاد یک پارتنرشیپ. افرادی که لاو بامبینگ میکنن کسایی هستن که شما رو یهویی خیلی تحسین میکنن، بهتون عشق میدن، حضور پررنگی دارن، پیام‌های زیادی میدن و همه جوره شما رو قبول دارن و بعد یهو سرد میشن. اگر شما هم اخیراً یک فرد لاو بامبینگ رو ملاقات کردین این ویدیو برای شماست. میخوام کارتا رو بهتون نشون بدم. اینجا نماد آگاهی و سکوته و این هم فردیه که ورود زده به این زندگی آدمی که میخواد آگاهی کسب کنه. پس یعنی ورود یه فرد لاو بامبر همیشه به معنی اینه که زندگی به شما یک بار دیگه فرصت داده تا این درس رو پاس کنید. واسه همینه که بارها ممکنه یک فرد لاو بامبر رو تو زندگیتون تجربه کنید. اون آدمی که لاو بامبره، حالا چه تو زمینه عاشقانه چه تو زمینه کاری، نشون میده که شما تمام چیزی هستین که اون لازم داره. حالا اگه توی کاره میگه که شما فقط میتونی این مثلا از پس این کار برمیای و بهت پیشنهادات خیلی بزرگ و خفن میده برای انجام اون کار. یعنی طمع شما رو در واقع این افراد درگیر میکنن. واسه همینه که شما براتون سخته که اون کار رو رد کنید. یعنی شما میبینید که یه آدمی بدون که خیلی شناخت داشته باشه توی مدت کوتاه میگه من خیلی شناختمت، شروع میکنه به تحسین کردن ازت، حالا میگه بیا با هم یه کاری شروع کنیم یا بیا وارد یه رابطه عاشقانه بشیم. و اگر که نرید شروع میکنه یهو سرد شدن. یعنی در واقع اول با یک چیز خفنی که به شما پیشنهاد داده، حالا یا پیشنهاد مالی خیلی بزرگه یا حضور پررنگش تو رابطه احساسی، پیام‌های زیاد، تحسین کردنتونه و بعد وقتی میخواد این حضور از شما بگیره شما اون طمعتون درگیر میشه. چون یک نفر انگار اومده اون نوع دلبستگی شما رو قلقلک داده، اون زخم درمان نشده‌تون رو قلقلک داده. اینکه بالاخره یه نفرم دید منو، یه نفر فهمید که من ارزشم چیه. اینجوریه که شما رام این آدمه میشین. ولی درس این آدم برای شما توی زندگی وقتی میاد چیه؟ میگه که هر بار که یک لاو بامبر ورود میزنه میاد که به شما یاد بده توی زندگیتون، توی رابطه احساسی یا کاریتون تعادل ایجاد کنید. تعادل ایجاد کردن یعنی چی؟ یعنی آروم پیش رفتن. هر چقدر که یه پیشنهاد کاری خیلی بزرگ و خفن باشه، این درس تعادل چه شکلی ایجاد میشه؟ میگه که اون آدم رو پای قراردادهایی بیار. یعنی بهش نشون بده که مرزه، چون لاو بامبرها خیلی خیلی عاشق کسایی هستن که مرزه نرم دارن که میتونن اون مرز رو قلقلک بدن و از اون عبور کنن. اگر شما یه آدمی رو درست حسابی نمیشناسی، حتی هر چقدر اون پیشنهاد کاری خفن باشه و فکر کنی اگه قبولش نکنی قرار از دست بره، تو براش مرزها رو تعیین کن. بگو من نیاز دارم شناختم بیشتر باشه، من نیاز دارم تحقیق کنم. و اون آدمی که سرد میشه در این صورت بدون که از اول هم قرار نبوده بمونه، قرار بوده بیاد یه بمب عشقی رها کنه اونجا، تو رو درگیر کنه و بره. پس چیزی رو از دست نمیدی. میگه لحظه‌ای بنشین، گاردتو بیار بالا، مثل همین خانم گاردتو بیار بالا و بگو باید زمان بذارم واسه شناخت، باید تمام جوانبو بسنجم. هر زمان که این درس رو بگیری، ببین از دریاچه آگاهی جامتو پر کردی و این موضوع رو هم پاس کردی و دیگه برات تکرار نمیشه. یعنی به محض اینکه اون تعادل رو توی ارتباطت ایجاد بکنی، نه خیلی تند بری نه خیلی کند بری، این درس برات پاس میشه و دیگه شما افراد لاو بامبر رو چه تو زمینه کاری و چه زمینه احساسات دیدار نمیکنید. قفل کاری شما دقیقاً روی همین
نداشتن حد و مرز هاست. حد و مرزهای نرمه، با قول و قرارها خامتون میکنن و واسه همینه که شما از یک مبلغ بیشتر نمیتونید درآمدتون رو افزایش بدید.